سلام دوستان، به کانال پویان استودیو خوش اومدین. امروز یه آموزش خیلی جذابی داریم در مورد سایت ریو که شما میتونید خیلی راحت و ساده از این سایت استفاده کنید و یه رقیب جدیه برای نانو بنانا و میتونید به صورت نامحدود هم شما تو این سایت عکساتون رو جنریت کنید. خب شما زمانی که وارد سایت ریو میشین، شما میتونید تو این قسمت توی صفحه اول یه سری قابلیت هایی هست که شما میگه که چجوری میتونید شما از این سایت استفاده کنید. یکی از این قابلیت ها اینه که شما میتونید add anything نوشته، یعنی هر چیزی رو میتونید شما اینجا به عکستون اضافه کنید که مثلا اینجا اومده این گوشواره رو با این گوشواره عوض کرده با یک پرامپت تک خطی ساده. مثلا عکس بعدی رو مثلا میبینید که مثلا اومده رنگش رو عوض کرده. یه سری عکس‌ها رو خب با یه خلاقیت های خاصی جنریت کرده و خیلی چیزای دیگه. شما برای اینکه بخواین حالا از قابلیت این سایت استفاده کنید، روی گزینه Start Creating کلیک میکنید. خب شما زمانی که وارد قسمت هوم میشین و توی قسمت اینسپیریشن یه سری عکس‌ها رو برای شما قرار داده که شما میتونید از این عکس‌ها استفاده کنید و حالا یه سری ادیت روش انجام بدید و اون عکس رو اختصاصی برای خودتون جنریت کنید. حالا عکس‌های مختلفی از همون عکسی که ابتدایی کار توی قسمت ورود به سایت توضیح دادم خدمتون. عکس‌های زیادی هست. من یکی از این عکس‌ها رو انتخاب کردم. شما زمانی که عکس رو انتخاب میکنید و روی گزینه ادیت کلیک میکنید، عکس رو به لایه‌های مختلفی برای شما دسته‌بندی میکنه و الان اینجا مثلا میبینید که مثلا عکس رو به مثلا لایه خانم، کاراکتر خانم و این لایه دیوار اومده عکس رو برای شما دسته‌بندی کرده، تقسیم کرده. شما حتی زمانی که مثلا روی این قسمت هم کلیک کنید، میاد مثلا روی تونیکش، روی شلوارش، روی مثلا گوشواره و صورت و دست، اینجا مثلا گفته woman's right، مثلا دست راستش و woman's face، مثلا روی قسمت فیسش میتونید تغییراتی ایجاد کنید. مثلا من میخوام که مثلا رنگ این رو مثلا وایت تغییر بدم. اینجا مثلا میام روی این قسمت کلیک میکنم، روی این قسمت کلیک میکنم، روی ادیت کلیک میکنم و این قسمت مثلا وایت، مثلا شورت، مثلا سلیوزش رو مثلا اینجا مثلا رد میکنم. اوکی، روی این کلیک میکنم، تایید میکنم این مثلا حالا تغییراتی که ایجاد کردم. میبینید که align red. بعد روی اپلای ادیت کلیک میکنم. خب روی اپلای ادیت کلیک میکنم و منتظر میمونم که عکس جدید رو با اون ادیت که حالا انجام دادیم برای من جنریت کنه. یه چند ثانیه زمان میبره و ببینیم که به چه صورت برای ما ادیت رو انجام میده. خب میبینید خیلی راحت و خیلی ساده، بدون اینکه چیز دیگه تغییر بده، رنگ لباس کاراکتر رو برای ما عوض کرده. قسمت بعدی که میخوام توضیح بدم خدمتون، شما اگه بخواید مثلا حالا آلبوم جدیدی دوباره ایجاد کنید، روی این قسمت کلیک میکنید. برای اینکه بخواید مثلا عکستون رو حالا اینجا خودتون جنریت کنید، توی این قسمت روی این کلیک میکنید، روی اسپکت ریشیو حالا اندازه که مد نظرتونه، مثلا من حالا 16:9 رو انتخاب میکنم. تعداد عکس رو میتونید مثلا روی یکی دوتا انتخاب کنید، حالا من رو دوتا میذارم و این هنس آنم میذارم روشن باشه که پرامپت رو برای من این هنس شده و خروجی این هنس شده به من بده. مثلا می‌نویسم حالا فارسی هم اینجا پشتیبانی میکنه، مثلا عکس پورتری یک خانم در طبیعت. روی گزینه سنت کلیک میکنید و منتظر میمونیم که ببینیم خروجی رو به چه صورتی به ما میده. خب ما رو دوتا عکس، یعنی خروجی رو گفته بودیم که دوتا برای ما خروجی بگیره
و همینطور که میبینید عکس رو خیلی زیبا و فوق‌العاده برای ما جنریت کرده. و باز هم اینجا روی هر کدوم از عکس‌ها که کلیک کردیم میتونید اینجا ادیت رو بزنید و دقیقاً مثل مراحل قبلی که توضیح دادم خدمتتون میتونید روی عکس ادیتتون رو انجام، لباس کاراکتر و فضایی که حالا پشت سرش هست رو، طبیعت رو عوض کنم، مثلا رنگ. حالا مثلا اینجا باز هم مثلا میتونم یه تغییری که میخوام ایجاد کنم مثلا اینه که روز رو، حالا مثلا میتونم هوا رو برفی کن، هوا رو برفی کن. خب میبینید همون عکسی که حالا ما انتخاب کرده بودیم اومده همون عکس رو برای ما هواش رو برفی کرده. شما همچنین میتونید مثلا به فرض نظر توی این عکس میخواین که حالا میشه یه عکس دیگه اضافه کرد. حالا من توی این قسمت توی آپلود فایل این کاراکتر کارتونی انتخاب میکنم. اینجا میتونم که سواپ فیس رو من بزنم، یعنی تایپ کنم سواپ فیس. اوکی، بعد اینجا یه ادساین بذارم و برای هر عکس که اینجا توی این قسمت به عنوان رفرنس ما آپلود کردیم یه ادساین میذاره که حالا عکس شماره 1، عکس شماره 2. میتونیم مثلا بگیم عکس شماره 2 بشه مثلا سواپ فیس 2 مثلا بشه فیس مثال، و اولی بشه مثلا بادی اند استایل. اینو میخوایم پرامپت رو اینجوری به این صورت بهش دادیم. میخوایم ببینیم که به چه صورت مثلا میتونه فیس رو برای ما سواپ کنه، که مثلا بیاد صورت این رو روی مثلا این حالا بدن بذاره. خب قابلیت دیگه که این سایت در اختیارتون میذاره، شما زمانی که عکسی که اینجا آپلود کردین میتونید توی این قسمت، یعنی توی قسمت اتش وقتی که عکس رو آپلود کردین، میتونید توی این قسمت یه سری ابزارها هست که میتونید یه سری ادیت و تغییراتی توی عکس وارد شدهتون، آپلود شدهتون انجام بدین. مثلا توی قسمت ریشیو شما میتونید مثلا الان این 16:9، من میخوام این عکس رو به مثلا 9:16 تبدیل به 16:9 کنم و حالا خروجی رو مثلا روی 2 میذارم. و توی قسمت رفرنس شما این 2 گزینه اول به این صورتی که شما از خود رفرنستون استفاده میکنه، گزینه دوم به این صورتی که شما زمانی که روی اون کلیک میکنید خود ابزار و مدل میاد به صورت الهام گرفته شده از اون عکس یک خروجی برای شما جنریت میکنه. توی قسمت مدل هم که 2 صورت دیفالت و فسته که روی همون دیفالت ما میتونیم مثلا کلیک کنیم، با این گزینه کاری نداریم. و توی قسمت other preference شما میتونید مثلا توی این قسمت هم سید رو تعیین کنید، میتونید پرامپت منفی بهش بدین و یه سری حالا پیش‌فرض هایی که میتونید اینجا به عنوان پرامپت بهش بدین و خروجی رو بر اساس اون برای شما جنریت کنه. حالا من این عکس رو بهش دادم و میخوام که بر اساس تنظیماتی که انجام دادم 16:9 عکس رو برای من خروجی بگیره. خب همونطور که میبینید بر اساس پرامپتی که بهش دادیم و تغییراتی که تو اینجا ایجاد کردیم تو این قسمت اومد ریشیو و اندازه عکس رو خیلی زیبا برای ما تغییر داد و مابقی عکس رو برای ما جنریت کرد. خب دوستان، این آموزش هم به پایان رسید. خوشحال میشم که کانال رو سابسکرایب کنید، حتما زنگوله رو کلیک کنید به محض اینکه ویدیو جدید براتون آپلود کردم مطلع بشین. خیلی ممنونم. خداحافظ.